بخش دوم از این رساله های خود که در بیان رمضان و سوال و جواب است. موضوع سوال جواب که است از فضیلت های روزه در ماه رمضان. اولا سوال اولی که در اینجا مطرح می شود، فضیلت های روزه به طور عمومی کدام هایند؟ فضیلت های روزه به طور عمومی کدام هایند؟ به این سوال جواب می دهیم. سپس موضوع سوال جواب که است از فضیلت های روزه در ماه رمضان. سوالی که مطرح می شود، اولا از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت است که فرمودند سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول، میفرمایند که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگویند من صام یوما فی سبیل الله، هر کس یک روز رو به خاطر الله سبحانه و تعالی روزه بدارد، یک روز رو به خاطر الله روزه بدارد، الله رویش رو از آتش به مسافه 70 سال دور میسازد. یک روز رو به خاطر الله سبحانه و تعالی روزه داشتن، تنها به خاطر او الله سبحانه و تعالی او بنده رو 70 سال به مسافه 70 سال از آتش جهنم دور میسازد. روایت بخاری است. فضل عظیمی است برای شخص روزدار، شخصی که تلاش روزگیری رو میخواهد بنماید و روزه بدارد. و همچنین حدیث ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند قال ربکم تبارک و تعالی، الله تبارک و تعالی پروردگارتان فرمودند یا که میفرمایند کل عمل کفاره الا صوم فانه لی و انا اجزی به، هر عملی پیسر آدم کفارت گناهان اوست. هر عملی پیسر آدم، عملهای نیک انسان کفارت گناهان اوست، پاک کننده گناهان است، بجز روزه زیرا آن برای من است. الله میفرماید و من خودم پاداش این شخص روزه‌دار را میدهم. روایت احمد. و همچنین از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کل عمل ابن آدم یضاعف، هر عمل پیسر آدم ثوابش زیاد کرده می شود. الحسنة 10 امثالها الى 700 ضعف، هر نیکی 10 برابر تا 70 مراتبه زیاد کرده می شود. قال الله عز وجل، الله سپس الله عز وجل می فرماید الا صوم فانه لی و انا اجزی به، مگر روزه، هر عملی ثواب بندگان آدم زیاد کرده شود، هر نیکی 10 برابر تا 700 برابر، مگر روزه، جز روزه که آن برای من است. الله میفرماید و من پاداش شخص روزدار خود میدهم. روایت مسلم. و از حذیفه رضی الله عنه روایت است که قال سمعت نبی صلی الله علیه و سلم یقول، من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگوید. چی فرمودن رسول صلی الله علیه و سلم؟ گفتن که فتنه مرد در اهلش و در مالش و در همسایگانش، در اهلش، در مالش و در همسایگانش، آن را نماز و روزه و صدقه پاک میکند. آن مصیبتی که در اهل، در مال و در خانه از در همسایگان بر او میرسانند، پس نمازی بنده، روزه بنده، صدقه بنده پاک کننده آن است. متفق علیه، بخاری و مسلم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم چونه که روایت احمد از فرمودن الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه، بدروسی که روزه و قرآن از برای صاحبشون در روز قیامت شفاعت میکند. یقول الصیام، روزه میگوید ای ربی، ای پروردگارم، منعته الطعام و شهوات بالنهار، ای پروردگار من این بنده را محروم کردم از طعام، از خوراک و از شهواتهایش، روز در روز این بنده را محروم کردم، پس بگذار ای پروردگار من در حق او شفاعت کنم. و قرآن میگوید پروردگار من او را، این بنده را شب از خواب باز میداشتم، پس بگذار من بر او شفاعت کنم. روایت احمد. عن ابی امامه، از ابی امامه رضی الله عنه روایت است که گفت قال اتیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فقلت، من نزد رسول الله آمدم و گفتم، ابو امامه نزد رسول الله آمدم و گفتم ای رسول الله، عمل را بر من بیاموز، عمل را برای من تعلیم بده که به واسطه آن به بهشت درایم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لازم بگیر روزه گرفتن را، چون روزه گرفتن مانند او چیزی نیست. میگوید ابو امامه که من بارها نزد رسول الله رفتم، بر
خدمتش رفتم و پرسیدم و گفتند بر توست لازم بگی روزه گرفتن را، زیرا مانند آن نیست. روایت احمد و نسائی. من فضائل شهر رمضان علی وجه الایجاز، از فضیلت های سوال بعدی، از فضیلت های ماه رمضان به طور اشارت، به طور خاص. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی، هر بنده ای که رمضان را از روی ایمان و ثواب روزه بگیرد، گناهان گذشته اش بخشیده می شود. و من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. و هر بنده ای که شب قدر را از روی ایمان و امید ثواب و عبادت روزه بدارد، گناهان پیشینه اش بخشیده می شود. روایت مسلم. پس ایمانش به حق بودن فضیلت و باور داشتن با آن، از جانب الله ثواب پاداش را طلب کردن، اخلاص را از برای الله قرار دادن. و همچنین از ابی هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند: اذا كانت اول لیله من رمضان، وقتی اولین شب از رمضان میرسد، از شبهای رمضان میرسد، صفحت الشیاطین، شیطانها به زنجیرها بسته می شود، شیطانها و سرکشی آنها بسته می شود. و مرادت الجن، و همچنین جنها سر کرده می شود. و غلقت الابواب للنار، و درهای آتش بسته می شود. فلم یفتح منها باب، هیچ دری از درهای جهنم گشوده نمی شود. و فتحت ابواب الجنه، و درهای جنت گشوده می شود. فلم یغلق منها باب، هیچ دری از درهای جنت محکم کرده نمی شود. و نادى مناد، یک ندا کننده ندا میزند، فریاد میزند: یا باغی الخیر اقبل، ای جوینده خیر پیش بیا، اقبال نما. یا باغی الشر اقصر، و ای جوینده شر بازیست. و در آخر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ولله اتقاء من النار و ذلك فی کل لیلة، و از الله سبحانه و تعالی، الله کسانی را که سزاوارند از آتش آزاد می سازد. و این هر شب از شبهای این ماه رمضان است. هر شب از شبهای این ماه را الله سبحانه و تعالی بندگانی را از آتش رهایی می بخشد. شیطان ها با زنجیر بسته می شوند. معنا دارد که با ضعیف شدن وسوسه های آنها بر دل مردم سبب کمی شر می گردد. بارک الله فیکم. و همچنین از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که ان نبی صلی الله علیه و آله اینکه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله بر منبر برآمدند، رق المنبر، بر منبر برآمدند، قال آمین آمین آمین. وقتی که بالای منبر می برآمدند یا که برآمدند، آمین 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 گفتند. صحابگان کرام از این فعل رسول الله حیران شدند و پرسیدند، گفتند ای رسول الله چی شد؟ چی بود؟ رسول الله فرمود که جبرائیل به نزد من آمد و گفت بی نصیب باشد بنده ای که رمضان بر او درآید، بی نصیب باشد بنده ای که رمضان بر او درآید و پیش از آن که بخشیده شود از آن برآید. و گفتم آمین. بعد گفت بی نصیب باشد کسی که پدر و مادرش یا یکی از آنها را درک نماید و با خدمتشان با بهشت ندرآید. گفتم آمین. سپس گفت بی نصیب باشد کسی که نام تو نزد او ذکر شود و بر تو درود و صلوات نفرستد. گفتم آمین. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. این است بعضی از فضیلت های روزه داشتن و روزه ماه رمضان.